پدر سوخته، رسوای عالم آدم شده ای، آبروی همه را برده ای، حرف زدن با تو 2 ماه حبس دارد. آنوقت آمده ای مثل بزغاله روبروی من نشسته ای میگویی نیرو میخواهم. پدر سوخته، بدهم پدر سوخته را در بیاورند. پدر سوخته، پدر سوخته، ای پدرم را در آورده ای. پدر سوخته، پدر مرا، پدر سوخته. شما یه نفس وسطش بگی بلد جامو موتور میسوزونی یا بابا؟ مستشار، اگر سکته بکنم، اگر بلایی به سرم بیاید، مقصر تویی. پدر سوخته. خب فعلا که هر اتفاقی تو این کاخ داره میفته مقصر من هستم. 3-4 تا سرباز میدی من برم یا نه؟ سربازان نسیه را بدهم ببری برای مجلس لعب و لعب. پدر سوخته، دیوانه شده ای. چی مجلس لعب و لعب؟ کدوم عروسی دختر اعلیحضرته؟ آخر این طفلکان معصوم را خانواده هایشان به من سپردند. مستشار، اگر فردا بلایی سرشان آمد بگویم چرا این طفلکان معصوم را دادم دست گرگ اجتماع. رسوای زمانه. پدر سوخته. من الان درست متوجه نشدم شما این 2 تا نرخه رو میگین طفل معصوم؟ اینا همسن بابای منن. مستشار به قیافهشان نگاه نکن. آنها به اندازه کودکان 4 سالم عقل ندارند. بعد عقل و شعورشون که از اونها هم کمتره. حالا الان یه 2-3 تا سرباز به من میدیم برم یا برم تو خیابون آدم بیارم؟ مستشار جان بلد از راه به درشان نکنی. مستشارها آنها مثل 2 گوساله بیگناهند. مستشار دیگه دارین شورشو در میارین آقا. اون یه تهمت. پدر سوخته، پرونده‌ات پشت سر من است با تمام مدارک. بیاورم رو کنم. پدر سوخته. بله نفهمیدم. واسه من پرونده سازی میکنین؟ برا من پاپوش میدوزین؟ خودت رو تخلیه کن. خود داد بزن خودت رو. خب حالا وقتی رفتم ازتون شکایت کردم همتون رو میکشم دادگاه. پدرم همتون رو در میارم. آخ من چقدر ترسیدم. از تو یکی شکایت کردم و تو میگو همین. شکایت چرا مستشار؟ یه 2 تا داد بزن همه چی تمام میشه. بله داد میزنم، فریاد میزنم، پدر تو رو در میارم. نه. یک پدر سوخته یه خوب بگو کار تمام میشه. پدر تو رو در میارم. پدر سوخته. خوب است مستشار. پدر سوخته را خوب آمدی. یک گردنم بهش اضافه کن خوبتر میشود. پدر سوخته. بیا مستشار بیا. این امضا ببر. آسایشگاه هر چقدر سرباز میخوایی ببر. پدر سوخته. بیا. برو. دیوانه. پدر سوخته. پدر سوخته.